به پارت دوم خلاصه کتاب 4 میثاق خوش اومدید. توی پارت قبلی میثاق اول و میثاق دوم رو با هم دیگه بررسی کردیم و درباره‌اش صحبت کردیم. توی این پارت هم میخوایم میثاق سوم و میثاق چهارم رو بررسی بکنیم. میثاق سوم: گمان زنی نکنید یا تصورات بیخود نکنید. ما هممون عادت داریم درباره همه چیز و همه کس یه سری فرضیه سازی بکنیم، یه سری تصورات برای خودمون درست بکنیم و بر اساس اون یه سری احساسات منفی داشته باشیم یا یه سری احساسات مثبت. مثال بزنم، مثلا با یه پسری آشنا میشیم، خب توی مثلا قرار اول ازش خوشمون میاد، شروع میکنیم به فرضیه ساختن در مورد اون آدم توی ذهن خودمون. مهربونه، اینجوریه، اونجوریه، کلی صفات خوب درباره اون آدم رو توی ذهنمون میسازیم. رابطه جلوتر میره، بعد که بیشتر باهاش آشنا میشیم میبینیم هیچ کدوم از اون چیزها نبوده، اما ما توی ذهنمون در اصل عاشق اون آدم نشدیم، عاشق تصوری شدیم که از اون آدم توی ذهنمون ساختیم. هی که جلوتر میره میبینیم که نه، اون آدم اون چیزی نیستش که ما میخواستیم، اون چیزی نیستش که من تو ذهنم دارم. قلعه آرزوهامون به یک باره فرو میریزه. اما تا همینجا هم منتظر نمونیم، ما بیشتر پیش میریم، میگیم خب نه، شاید مثلا من اشتباه کردم اینجا مثلا، و شروع میکنیم یه سری رد فلگ ها و یه سری اتفاقات منفی رو ندیده گرفتن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما اون آدم رو جوری باور کردیم که توی ذهنمون هستش. یا یه جور دیگه ای بخوایم بگیم، اون آدم، انقدر با اون آدم پیش میریم به خاطر اینکه توی ذهنمون از اون آدم یه شخصیتی ساختیم و فکر میکنیم هر چقدر بیشتر با اون آدم بمونیم، هر چقدر بیشتر و بیشتر اون آدم به ما ضربه بزنه، در نهایت ما میتونیم خوبش کنیم، ما میتونیم تبدیلش کنیم به اون شخصیتی که توی ذهنمون هست. اما اینجوری نیست و این تبدیل میشه به رنج، تبدیل میشه به درد. و این رویایی هستش که توی ذهن ما شکل میگیره، خیالی هستش که توی ذهن ما شکل میگیره و ما انقدر روش باور و پافشاری داریم که حتی نمیتونیم باور بکنیم که چیزی به غیر از این هستش. میتونیم قسم بخوریم که نه، قطعاً همینه، قطعاً همین جوریه. و برای اینکه یه سری راه حل داشته باشیم برای این هستش که سوء تفاهمات و فرضیات خودمون رو برطرف بکنیم. یعنی چی؟ یعنی که توی یه رابطه‌ای هستیم مثلا، خب، و اون رابطه انگار که هیچ اسمی نداره، مثلا situation relationship، خب، هیچ اسمی نداره. ما به جای این که به خاطر اون تصوری که از اون آدم تو ذهنمون ساختیم بمونیم بذاریم اون آدم به ما آسیب بزنه، رد فلگ ها رو ببینیم، ندیده بگیریم و همه این چیزها، بشینیم با اون آدم صحبت بکنیم، ببینیم که واقعا الان چیه داستان. میدونین ما خیلی وقتها فکر میکنیم طرف مقابلمون دوستمون داره، ولی هیچ وقت نمیریم ازش بپرسیم واقعا منو دوست داری یا نه. ازش میپرسیم آیا تو منو دوست داری؟ اگر منو دوست داری این شرایط هستش برای اینکه بخوای با من وارد رابطه بشی. اگرم که دوست نداری، شما رو بخیر ما رو به سلامت، من نمیتونم تو همچین رابطه‌ای که هیچیش معلوم نیست بمونم. اینجوری شما در نهایت رنج نمیبینید، در نهایت آسیب نمیبینید، به خاطر اینکه همون اولش وقتی ذهنتون داشت تصویر سازی میکرد درباره اون آدم، نشستید با اون آدم صحبت کردید. وقتی ذهنتون داشت میگفتش که نه این منو دوست داره، رفتید از خودش پرسیدید واقعا دوست داره یا چی؟ و با پرسیدن هستش که باعث میشه که شما در واقع اون رویاها رو توی ذهنتون نسازید، اون خیال رو توی ذهنتون نسازید. و من برای اینکه این بیشتر جا بیفته یک در واقع پاراگراف رو از توی خود کتاب میخونم و این میثاق رو تموم میکنیم. گفتن این حرف آسان است، اما میدانم که انجام دادنش دشوار است، زیرا غالب اوقات دقیقاً برعکس این کار را انجام میدهیم. ما همه این عادتها را داریم بدون اینکه حتی خودمان خبر داشته باشیم.
آگاهی از این عادت‌ها و پی بردن به اهمیت این میثاق گام زندگی خوب است. اما فقط درک اهمیت آن کافی نیست. این اطلاعات و آگاهی‌ها همچون یک بذر در ذهن ما هستند. آنچه که حقیقتاً باعث تفاوت می‌شود عمل است. تکرار عمل باعث تقویت اراده می‌شود. بذرهایی کاشته شده در ذهن آدمی را پرورش می‌دهد و مبنایی برای رشد عادت‌های جدید به وجود می‌آورد. یعنی اینکه با یک بار این اتفاق، وقتی که درباره گمان زنی‌ها سوال می‌پرسیم، با یک بار ممکنه که درست نشه. این مثلا برای یک آدم، برای آدم‌های بعدی هم دوباره بخوایم رویا پردازی کنیم و خیال داشته باشیم. اما هر جایی توی زندگیتون که احساس کردید الان اینجا نمیدونید، الان اینجا سردرگم شدید، الان اینجا ممکنه ذهنتون بره برای خودش یه دنیای خیالی بسازی که بعداً قلعه آرزوهاتون پودر بشه، همون موقع از اون آدم بپرسید. در مورد چیزهای بدم همین جوریه ها. ما مثلا اولین باری که مثلا یکی از همکارامون رو میبینیم ممکنه که احساس بدی نسبت بهش داشته باشیم، بعد هر روزم که میبینیمش اعصابمون خورد میشه چون احساس میکنیم بده، اون آدم بده. خب یا مثلا یه کاری کرده که ما فکر میکنیم از قصد بوده، اما خب باید بریم بپرسیم ببینیم آقا واقعا فلانی تو اون کارت منو ناراحت کرده، واقعا اون کارو از قصد کردی؟ اگر از قصد کرده بود که اوکی، دیگه اون آدم مشکل داره دیگه. اگرم از قصد نکرده بود، حداقل هر روز که اون آدم رو میبینید احساس عصبانیت بی‌دلیل ندارید. میثاق 4: نهایت تلاشتان را بکنید. یعنی چی؟ یعنی که ما نباید کمالگرا باشیم، نه تنبلی کنیم. فقط باید توی اون لحظه صد خودمون رو بذاریم. تلاش ممکنه که مثلا بسته به شرایط روحی و جسمیمون تغییر کنه، ولی وقتی بهترین خودمون رو میگیم پشیمونی نداریم. من همیشه میگم که آدم همیشه باید 100% تلاشش رو بکنه و این 100% تلاش بعضی موقع ها متفاوته. یعنی چی؟ یعنی که مثلا بعضی وقتا همه خودم رو گذاشتن توی یه شرایط روحی بدی قرار دارم و وقتی میخوام همه خودم رو بذارم شاید به اون 100% نرسه، بشه 80، بشه 70، ولی بازم اون 70 توی اون شرایط روحی من 100% منه. یا مثلا من توی دوره کنکورم به خودم میگفتم که باید همه تلاشمو بکنم، 100 خودمو بذارم که بعد از کنکور به خودم نگم رومینا کاش اگه برمیگشتی عقب فلان کارو میکردی، کاش بیشتر میخوندی، کاش اینجوری نمیکردی. و توی لحظه باید بهترین خودمون رو بذاریم و 100% تلاشمون رو بکنیم، به خاطر اینکه ما رو از احساس گناه، سرزنش یا شرم رها میکنه وقتی که 100% تلاش خودمون میکنه و یه اعتماد به نفسی هم بهمون میده. مثلا شما وقتی تو شرایط روحی خوبی ندارید بلند میشید میرید باشگاه، بعد که برمیگردید میگید دمم گرم، من تو همه شرایط دارم فلان کار رو انجام میدم، باشگاهمو میرم، تمرینمو میکنم. وقتی تو بدترین شرایطتونم میشینید کتابی که باید تمومش کنید تا فلان حالا تایمو میشینید و میخونید، به خودتون افتخار میکنید، میگید من حتی تو شرایط روحی بد هم بازم اون کار رو انجام دادم. و مهمتر از اون ذهنتون یاد میگیره که قدرت دست کیه. شما وقتی توی همه شرایط 100 خودتون رو میذارید، توی همه شرایط حتی به خودتون سختی میدید، ذهنتون متوجه میشه که قدرت دست من نیستش. متوجهین؟ و به خودش این اجازه رو نمیده که شما رو هر جایی دلش میخواد بکشونه. و این میثاق واقعا یه میثاقیه که اصلا همین جمله نهایت تلاشتان رو بکنید کافیه. یعنی باید ما توی هر لحظه بهترین خودمون باشیم اما کمالگرا نباشیم. حتی به نظر من بعضی وقتا بهترین خودمون بودن فقط شروع کردنه. میدونین فقط این هستش که ما وارد یه مسیری بشیم. اینکه حالا چقدر اون مسیر سخته، چقدر حالا اذیت کننده است و اینا و چقدر براش تلاش کنیم به کنار. بعضی وقتا 100% تلاشمون یعنی این که ما در واقع یه چیزی رو شروع بکنیم. حالا چند تا جمله از این بخونیم. جسم شما تجلی خداوند است و اگر به این جسم احترام بگذارید همه چیز برایتان قابل تغییر خواهد بود.
وقتی تمرین میکنید تا به تمام اعضای بدنتان عشق بورزید، در واقع بذرهای عشق را در ذهنتان میکارید و وقتی این بذرها رشد کنند عمیقاً جسمتان را دوست خواهید داشت، بدان احترام میذارید و افتخار میکنید. لذا پس از همه این کارها هر اقدامی به آیین تبدیل میشود که به منزله پرستش خداوند است. و اگر برای رسیدن به آزادی شخصی نهایت تلاشتان را بکنید تا بتوانید به خود عشق بورزید، متوجه خواهید شد که برای به دست آوردن آنچه که به دنبالش هستید فقط زمان است که اهمیت دارد. مسئله خیال پردازی یا ساعتها رویای مراقبه در سر داشتن نیست. باید برخیزید و انسانگونه رفتار کنید. باید به چیزی که هستید افتخار کنید، به جسمتان احترام بذارید و از آن خوشنود باشید، به آن عشق بورزید، جسم خود را تغذیه کنید، تمیز نگهش دارید و التیامش دهید. ورزش یا هر کار دیگری را که انجام می دهید که فکر می کنید بدنتان با آن کار حس خوبی دارد انجام بدهید. همه این کارها همانند یک مشارکت بین شما و خدا می باشد. نگران آینده نباشید. برای امروز زندگی متمرکز شوید و در حال زندگی کنید. هر لحظه را فقط یک بار زندگی کنید. همیشه نهایت تلاشتان را برای ماندن بر سر این میثاق‌ها به کار بگیرید. خیلی زود این کار برایتان آسان خواهد شد. امروز روز شروع یک رویای جدید است. و این در مورد همه این میثاق‌ها بودش و در کل همه این میثاق‌ها در نهایت باعث رسیدن به یک آزادی شخصی میشه. همیشه و حرف از آزادی که میزنیم فکر میکنیم که آزادی یعنی این که ما مثلا اونجوری که دوست داریم صحبت کنیم، اونجوری که دوست داریم بیرون بریم و همه اینها. و خب درسته، اینها هم نوعی از آزادی هستن، اما به نظر من آزادی و رهایی واقعی این هستش که ما با همه وجودمون خودمون رو درون خودمون آزاد بدونیم. یعنی چی؟ یعنی با خودمون راحت باشیم، خودمون رو دوست داشته باشیم، پیمانهای قدیمی رو بشکنیم، باورهای قدیمی رو از بین ببریم، مدام توی این خفقان که یه سری لیبل احمق، بیهوش، نمیدونم فراموشکار، کمالگرا، تنبل، این لیبل‌ها رو مدام که به خودمون میزنیم توی یه در واقع خفقانی توی خودمون گیر میکنیم که مانع این آزادی میشه و انگار که مدام توی دیوار ذهنمون هستیم. و آزادی واقعی یعنی این که توی حصار ذهنمون آزاد نباشیم، توی حصار ذهنمون در واقع زندونی نباشیم و بتونیم آزادانه برای خودمون زندگی بکنیم، آزادانه خودمون رو دوست داشته باشیم، آزادانه خودمون رو ابراز بکنیم و زندگی بکنیم در لحظه و هر کاری رو بکنیم فقط برای اینکه خودمون رو قبول داشته باشیم، خودمون رو بپذیریم، نه برای اینکه بقیه آدم‌ها ما رو بپذیرن، بقیه آدم‌ها دوستمون داشته باشن، بقیه آدم‌ها تاییدمون کنن. کار بکنیم، خودمون رو بذاریم، نه برای اینکه از یکی دیگه جلو بزنیم، نه برای اینکه آدمای دیگه بیان تشویقمون کنن، برای اینکه برای خودمون، برای بدنمون ارزش قائلیم و خودمون رو ارزشمند رسیدن میدونیم، لایق رسیدن میدونیم، لایق پول داشتن، لایق اینکه موفق باشیم، لایق اینکه دستاوردهای زیادی داشته باشیم میدونیم. و آزادی به نظرم یعنی و اینکه ما از حصار قلبمون خارج بشیم و صبح به صبح که بیدار میشیم با عشق و با شوق به خودمون اول از همه و بعدم نسبت به زندگیمون بیدار بشیم. میخوام حالا آخر این کتاب چند تا جمله داره درباره عشق به خودمون و در واقع بهشت روی زمین، اون رو بخونم. اگر عشق خط مشی شما در زندگی است، پس زندگی برایتان خیلی آسان خواهد بود.
می توانید همیشه و در همه حال عشق بورزید. انتخاب با شماست. شاید دلیلی برای عشق ورزیدن وجود نداشته باشد، اما می توانید این کار را بکنید چون باعث شادمانی شما می شود. عشق ورزیدن شادی بخش است، باعث آرامش درونی شما می شود و نگرش و درک شما از همه چیز را تغییر خواهد داد. تنها دلیل شادی شما این است که می خواهید شاد باشید. شادی یک انتخاب است. رنج کشیدن هم یک انتخاب است. امیدوارم که از این لذت برده باشید و تونسته باشه بهتون کمک بکنه.